دوستای عزیز، کاری که میگم انجام بتین بسیار کارتان آسان میسازه. بالای گالری کلیک میکنیم، ویدیو رو پلی میکنیم. اگه شما بخواین ویدیو رو کمش تر کنین، دوستان اشتباهی بالای از ویدیو دیگه باید ویدیو رو سر ببینین. وقتی شما رو فعال بسازین، از این میتونین راحت ویدیو رو از جایش که خواستین تماشا کنین. برای فعال کردنش بالای سه خط میزنیم، بالای سیتینگ میزنیم. ما غیر فعال بسازم براتون یاد بدم که چه قسم فعال بسازیم. اینجا بالای اباوت گالری میزنین، یک 10 دفعه دوستان اینجا بین بالای گالری تو کلیک میکنین تا فعال شد. ببینین اینجا فعال شد. بالای گالری لپس میزنیم تو پایین میایم، ویدیو پلیر مود اون فیلم استریپ کلیک میکنیم، گزینه آخری رو فعال میسازیم، بالاش کلیک میکنین. یک بار از گالری تان بیرون میشین، دوباره بالاش کلیک میکنین تا فعال شد. ببینین اینجا فعال شد. ویدیو رو لایک بزنین، دوستایتان در اشتراک بذارین. تا ویدیو بعد، گود بای.